حضرت عمر فاروق رضی الله عنه روز جمعه پشت منبر داره خطبه جمعه میخونه، اون همه جمعیت برمیداره یک مصوبه ای رو، یک لایحه‌ای رو در واقع تصویب میکنه، میگه آقا جان از این به بعد کسی حق نداره بیشتر از 40 اوقیه مهریه بذاره، مهریه زنش رو، مهریه دخترش رو 40 اوقیه. اگر کسی بیش از 40 تا گذاشت میگیرم تو بیت المال قرار میدم، مصادره میکنم، حق نداره. یک بار یک زن بلند شد از انتهای صف، دستش بلند گفت امیرالمؤمنین، گفت بفرمایید. گفت چنین حقی نداره. آزادی بیان اینه، آزادی قلم اینه، دموکراسی اینه، انتقاد پذیری اینه، حکومت اسلامی اینه، فرهنگ قرآنی و ادبی و عمری اینه، به ادعا نیست. چنین حقی نداری. تند و تیز. میگه چرا؟ میگه چون قرآن میفرماد و این آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. اگر به زنی مال زیاد به اندازه قنطار شما مهریه دادید، حق ندارید از اونها بگیرید. حضرت عمر رضی الله عنه سرش رو پایین گذاشت، بعد از چند ثانیه بلند کرد. میدونی چی گفت؟ گفت که رجل اخطأ و اصابت امرأة، یه مرد اشتباه کرد و یک زن درست گفت.